تست شماره 3 که راجع به معادله درجه دوم هست. خب میگه اگر آلفا و بتا ریشه های معادله x تو منهای 8x به اضافه 5 باشن مساوی 0. حاصل این کدام است؟ یعنی با جزء صحیح هم ترکیب کرده طراح محترم این تست. خب از طرفی هم گفته که بتا بزرگتر از آلفاست. خب من اینجا برای پیدا کردن آلفا و بتا چاره ای ندارم جز این که اینو با روش دلتا حل کنم دیگه، چون به روش اتحادها و همچنین سرعت اصطلاحاً نور نیست. بنابراین من معطل نمیشم، میگم پس دلتا میشه بی دو منهای 4 64 منهای 4 برابر آ در سی که میشه چی؟ 44. پس بنابراین x های ما یا ریشه های ما چیان؟ منهای b که منهای 8 میشه 8 علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2. خب آلفا و بتا ما پس بنابراین یکیش میشه خب 8 به اضافه رادیکال. البته اینجا من به این باید دقت بکنم که بتا از آلفا چیه؟ بزرگتر هست. پس بنابراین 8 به اضافه رادیکال 44 دوم میشه ریشه بزرگتر، 8 منهای رادیکال 44 دوم طبیعتا میشه ریشه کوچیکتر. خب با خودمون میگیم رادیکال 44 حدوداً بین کدام دو عدد هست؟ خب 6 تا 36 تا 7 تا 49 تا، پس یه عددی حدوداً 6 خورده ای درسته؟ خب 8 منهای 6 خورده ای مثلا حدوداً 1 کنیم تقسیم بر 2 حدوداً 75 صدم حدودی داریم میگیم دیگه. این عددی است بالاخره بین 0 و 1. درسته؟ تمام. حالا جزء صحیح یک همچین عددی، درسته؟ جزء صحیح آلفا میشه چی؟ حسج دیگه، همسایه صحیح چپ میشه 0. خیلی راحت. تقریبا این بتا چی میشه؟ رادیکال 44 باز میگیم مثلا 6 خورده ایه به اضافه 8 میشه 14 خورده ای، درسته؟ تقسیم بر 2 میشه 7 خورده ای، درسته؟ بنابراین حسچش هم میشه 7 جزء صحیحش. میریم قسمت بعدی که اینجا خب کار کمی طولانی تر هست. آلفا 2 منهای بتا 2 میدونیم اتحاد مزدوج دیگه، قبول دارید؟ همون آلفا منهای بتا است در آلفا علاوه بتا. خب آلفا منهای بتا رو تو جزوه با هم خوندیم. قدر مطلق تفاضل دو ریشه میشه رادیکال دلتا بر قدر مطلق آ. فرمول معروف و مشهوری است دیگه، تأکیدم کردیم. اما چون گفته بتا از آلفا بزرگتره، پس حتما آلفا منهای بتا عددی است منفی. پس این میشه منهای رادیکال دلتا بر آ ضرب داره آلفا علاوه بتا که خب خیلی مشخص و واضح که میشه اس، حاصل جمع دو ریشه که فرمول منهای بی آم رو میدونی. پس بنابراین میشه منهای رادیکال 44 تقسیم بر 1 آمون 1 دیگه در منهای 8 میشه 8 یکم منفی 8 در رادیکال 44. خب از طرفی الان آلفا دو منهای بتا دو تقسیم بر 8. الان پس این ستاره‌ای که من اینجا میزنم حاصلش میشه چی؟ تقسیم بر 8 بکنیم، تقسیم بر 8 میشه این عدد، میشه جزء صحیح منفی 44 که میدونیم باز هم تکرار میکنم رادیکال 44 عددی است بین 6 تا 7، پس منهای 6 خورده ای میشه منهای 7. خب نهایتا اینها رو باید با هم جمع بکنیم، اینو این جمعش با اینو این جمعش نهایتا میشه 0 گزینه 1. خب بریم سراغ سوال 4 که باز هم بحث SOP است و معادلات درجه دوم. میگه حاصل ضرب ما رو به یاد چی میندازه؟ پی میندازه. حاصل ضرب ریشه های معادله این از 2 برابر حاصل جمع ریشه های اون 4 باید کمتره. خب همین که اینو با هم میخونیم یک بار دیگه، حاصل ضرب میشه پی از 2 برابر حاصل جمع میشه اس. پس قشنگ اینجا می نویسیم پی میشه 2s منهای 4 واحد چیه؟ کمتره، خیلی راحت. پس پی میشه 2s منهای 4.
حالا اینو باید دیگه انجام بدیم و بنویسیم. پی چیه؟ سی آومه. میدونیم که توی این قسمت میشه سی، این قسمت میشه بیمون، این هم میشه آمون. خب پس من اینجا میام میگم سی آم برابر است با 7 M2 منهای 4 تقسیم بر M. این میشه سی آم مساوی است با 2 برابر منهای بی آم، یعنی 3 M2 به اضافه 4 MO منهای چی؟ 4. خب اینو باید الان حل بکنیم، درسته؟ بهترین راه حل اینه که خب من طرفین رو ضرب در M بکنم که M ها با هم اینها ساده بشن که از حالت کسری بیاد بیرون. میشه چی؟ 2 هم ضرب در 3 میشه 6 M2 به اضافه 8 منهای 4. همشو میکشیم یه طرف. 7 M2 منهای 6 M2 میشه M2. اینم خب با این بالاخره ساده میشه. از اونجا برابر است با، البته این منهای 4M هست، من اینو برگردونم. اینجا دقت کنیم، مواظب باشیم که منهای 4 ضرب در M میشه منهای 4M. اصلاح کردم. خب 7M2 منهای 6M2 میکشم سمت چپ همش رو یه طرف، میشه M2. خب 6M منهای 4 میشه 2M، میاد این ور میشه منهای 2M. بعد اینم میاد این ور منهای 12 مساوی است با 0. درسته؟ M2 به اضافه 4M منهای 12 مساوی 0. یک معادله درجه دوم شد بر اساس M. خب حالا اینو طبیعتاً با اتحاد جمله مشترک بهتره حل کنیم دیگه، درسته؟ دو تا عدد پیدا می‌کنیم که حاصل ضربش منفی 12 باشه، حاصل جمعش مثبت 4 میشه 6 و منفی 2. پس بنابراین یکیش منفی 6 یکیش مثبت 2 هست. اما چون گفته، ببینید زیرش علامت بزنم، M چون گفته مثبت باشه پس M مساوی 2 قابل قبول هست. خب حالا هویت و شخصیت معادله درجه دوممون به دست اومد. بنابراین میگیم چی؟ 2x2 منهای 2 به توان 2 میشه 4 4 3 تا 12 12 و 4 میشه چی؟ 16x. خب به اضافه 2 به توان 2 4 4 7 تا 28 منهای 4 میشه باز 24 مساوی است با 0. تقسیم بر 2 میکنیم که کمی ساده تر بشه، میشه x2 منهای 8x به اضافه 12 مساوی 0. خب میگه حالا اختلاف ریشه ها کدام است؟ خب ما اینجا دیگه مشخصه دیگه، اون دو تا ریشه ای که داریم کدوم و کدومن؟ باز اتحاد جمله مشترک میتونیم استفاده کنیم، درسته؟ 6 در واقع چون البته جمعش منفی 8 میشه منفی 6 و منفی 2 اینجا. خب الان یک ریشمون 6 و یک ریشمون 2 خواهد بود. اختلاف ریشه، دقت کنید تا اختلاف خواسته، اختلافشون برابر با 4 واحده، گزینه سوم.